سال 53 خانه آقا در طرح توسعه حرم رضوی قرار گرفت. خواستند برایش منزل جدیدی در نظر بگیرند. گفت لازم نیست. گویا حس می‌کرد وصال نزدیک است. ولذا ایشون معتقد بودند که منزلی که با عنایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به ایشون مرحمت شده، وقتی قرار شد که خراب کنند و طور فلکک در صحن جامع رضوی بیفته، چون میفرن معنیش اینه که عمرم کردم ای که گفتی فمن یمت یرنی، جان فدای حدیث دلجویت، کاش روزی 1000 مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. می‌فرمایند افتخارم این است که از کنار مرقد مطهر سامن الائمه صلوات الله و سلام علیه پا به صحرای محشر می‌گذارم. در تشریعشون به واقع یک حاله از غم فضا رو گرفته بود. از قم، از تهران، از همه جا آمدن. بعد از فوت آقای بهجت اعلام کرد برای آیت الله میلانی 40 روز مجلس عزا برقرار می‌کند. رسول اسلام بود، خدا میداد. تا احساس میکرد که یک فرد و یک تشکیلات اینا مشرشون مشر درستی نیست، دیگه طردشون میکرد. مقید به حفظ حریم اسلام و دین بود. بر اساس تبلیغاتی شده بود و آیینه اهانت ها میکردن. بعد آیینه به خودم، اون شهید قدسی من گفت آیینه به خودم فرمودن که شنیدم طلبه مسیح حقانی من مثلا اهانت میکنن. گفتم آقا بله اینجوری است. فرمود کاری کنید که با قصد غربت اهانت بکنن. اهل الله اینطور هستن. اعتنا به این 4 کلمه که بودن لازم نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آقای میلانی روی سالم بود، برکت بود به جامعه. ایشون از کسانی است که فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فک رقبه، اینا عقبات مسیر راه رو طی کرده به اوج رسیده. خلاصه اصلا دیدنشون، خود حضور در محضرشون و نگاهیشون یا سکوتشون آموزنده بود و درس بود. اگر آقای میلانی در این حد به قرب الهی نائل شدن و الان نامشون زنده است و خواهد بود، بر اثر اون خلوص نیتی که در جمیع حرکات و سکنات و گفتار و اقوالشون داشتن.